بگم که آخه ببین اون موقع پریود بودی این فیلم رو درست کردی، خیلی وضعیت خراب بود و خیلی همه چی گرون بود، تو چه وضعیت بدی بودیم. چند سال دیگه که این فیلم رو میبینم یا توی ایران باشم، یه ایران خیلی خوب، یا از ایران رفته باشم یه جای خیلی خوب. تصمیم گرفتم اولین ویدیو یوتیوبمو تو زشت ترین، پفترین، EMS ترین، بی‌کیفیت ترین دوربین ممکن شروع کنم و برم خونه دوربین موربینم و بردارم و اینا. پرفکشنیسمم اجازه نمیداد که شروع کنم. ماه وجود داره. امروز من از اینستاگرام کنده شدم و اومدم راه برم. باد میاد، موهام تکون میخوره، برگها تکون میخورن، باورت میشه؟ ببین اینجا یه سری بچه داره چیز بازی میکنن، تا اسمش یادم نیست. آسمونو زندگی این شکلی بود بچه ها قبل از گوشی. لیلی یادم اومد، اسم بازیگر یادم اومد، لیلی. مثلا آهنگ گوش کنم حین راه رفتن، هندزفریمو در آورد. آقا جون بسه اینقدر مصرف کننده بودن. همزمان دوست داری صدای باد و راه و آدما و ماشینا رو بشنوی، ولی از این ور میگی نه بذار یه آهنگی هم گوش کنم. چرا؟ درارونو. شاید براتون جالب باشه بدونید بستنی حاجی بابا از رنگای بنفش و زرد و نارنجی تشکیل شده. براتون نشه ولی زندگی ممکنه هنوز وجود داشته باشه. ویدیو رو میذارم. دوستم چند سال دیگه که این فیلم رو میبینم یا توی ایران باشم، یه ایران خیلی خوب، یا از ایران رفته باشم یه جای خیلی خوب. آره از این زاویه بهترم، ولی خب اصراری به خوشگل بودن ندارم. امروز میدونی هم دیگه گوشیمو بذارم تو کیفم و زندگی بکنم یه چند دقیقه‌ای چیز مزخرف. بیاید برید تو کیفم. داشتم فکر میکردم برگشتم خونه چی کار کنم که نرم سمت گوشی، که رفتم سمت این بورد گیما. این خوکی رو خریدم. الان که اینو میگیرن 3-4 روز از اون روزی که رفتم پیاده روی گذشته. خیلی با خودم فکر کردم که من کانال یوتیوبمو میخوام برای چی بزنم، ولی یه وقتایی واقعا حس میکنم که علیرغم اینکه خیلی خودم رو دیس میکنم، یه وقتایی از دور خودم رو نگاه میکنم حس میکنم آدم جالبیم. من همیشه چون خیلی کمالگرام و خیلی همیشه درس خوندن و تحصیل و فضای آکادمیک رو دوست داشتم، دلم میخواست که وقتی میخوام محتوایی تولید کنم حتما توش یه چیزی یاد بدم، یه چیزی به سواد آدم رو اضافه کنم، یا نمیدونم اینجور چیزا. ولی خب این الان منم و حس میکنم که به عنوان یه آدم معمولی دوست دارم زندگیمو به اشتراک بذارم. میتونم بعداً بهترش کنم، نمیدونم. ببین دلم میخواست ویدئوی معرفیم یه ذره خوشگل‌تر، یه ذره بهتر باشه، ولی الان هیچ، خیلی داغونم برای ویدئوی معرفی. اشکال نداره میگم بعدا یکی بهترشو میگم. من کارشناسیمو تو دانشگاه تهران خوندم، زبان و ادبیات فرانسه. همون دانشگاه الان دارم ارشد میخونم، آموزش زبان فرانسه. آکاردئون میزنم، دارم یاد میگیرم و عاشقشم. قرار دربارش خیلی حرف بزنم. و به عنوان شغل تولید محتوا انجام میدم. برای پیتزا فروشی ایتالیایی محتوای تبلیغاتی درست میکنم، فیلم برداری، عکاسی، تدوین، پست کردنش و کلا چرخوندن پیج اینستاگرامشون. آره شاید زیاد چیزی برای گفتن نداشته باشم، ولی خب اینو به عنوان یه ویدئوی غیر پرفکشنیستی صرفا خاطره انگار میخوام برای خودم بذارم درست میکنم. امیدوارم که چند سال دیگه که خیلی خفن‌تر و خوشگل‌تر و دافتر و موفق‌تر و بهترم اینو ببینم و با خودم بگم که آخه ببین اون موقع که پریود بودی این فیلم رو درست کردی، خیلی وضعیت خراب بود و خیلی همه چی گرون بود، تو چه وضعیت بدی بودی و الان تو چه وضعیت خوبی هستی. حاله ولی خوشم میاد از این کار. هنوز هیچ تیکه کلمه برای خودم انتخاب نکردم، صرفا میتونم بگم که شنبلیله.
شنبلیل بچه ها.